خب چطورید؟ خوش اومدید به یک ویدیو دیگه برنامه‌نویسی توی خونه. شدم بیرون خونه. بردی هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. اومدیم با شروع یک سری به نام ساخت سیستم عامل با سی شارپ با دات نت. خب کار خیلی سختیه. باید همین الان ناامیدتون کنم چون نمیتونید 100% یک سیستم عامل خیلی قدرتمند بسازید، چون کازموس یکم وابسته است به در واقع دات نت و کلا پکیج های ویندوزی. ولی خب میتونیم بالاخره چیزهایی رو طراحی کنیم، چه برای یاد گرفتن چه برای پروژه. من میتونم میگم چند سال قبل یه ویدیو گذاشته بودم، به همین اول اومد یه چند تا ویدیو گذاشته بودم برای شما که اینجا میبینیم کاراشو. یک سری مشکلات هم داشت و خب خود من رفته بودم ویدیو جناب ویدیوشو پیدا کنیم. کجا بود ویدیوش؟ بله، چون آقای پیمان مجیدی، مرسی از ایشون. همه اینا به خاطر این آقا بود، پیمان مجیدی معین. مرسی از شما که من کارتو ادامه دادم و همه بالاخره یک طیف بزرگی از برنامه نویسا رو اینجا میبینیم که حالا بعضیشون چیز نشدن، ساجست نشدن، خیلی از اینا اومدن ادامه دادن، بازم ویدیو ساختن. دم اونا هم گرم، دم خود آقای پیمان گرم، دم خود من هم گرم. به 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 دم همسان دم وبسایت هاپلر گرم برای هر کسی که موضوعات برنامه‌نویسی داره ادامه میده، هر چیزی باشه، چه همین سیستم عامل، چه زبان‌های برنامه‌نویسی، چه حتی برنامه‌های کوچیک. خب بله، میبینید که یه بچه رو اینجا میبینید اومده یاد داده. اصلا هم خودم نیستم، این اصلا نمیدونم چیه، یادم رفته اینا رو. خب آره، ما شروع کردیم کارو و نمیدونم چند 2 سال پیش بعد 2 سال پیش قراره این سری دوباره شروع کنیم. خب آره، قراره دوباره شروع کنیم به یاد دادن همه چیز از اول، ولی بهتر، کاملتر و دیگه بدون مشکل. هر مشکلی داشتین بچه‌ها، ایمیل من توی دیسکریپشن هست، تو توضیحات هست، میتونین بهم پیام بدید، من حتما بهتون کمک میکنم هر مشکلی که داشته باشید. خب کازموس چیه؟ میشه گفت یک پکیج تمپلیت یا یه جورای فریم ورکه برای در طراحی سیستم عامل در سی شارپ. خب اصلا ما به چه چیزایی نیاز داریم؟ نکنین شما کلا برای اینکه برنامه‌نویسی سی شارپ رو بخواید درست حسابی ادامه بدین، یعنی کلا برنامه‌نویسی درست حسابیش رو انجام بدید، نیاز به ویژوال استودیو دارید. پس هر کی ویژوال استودیو کد داره، مجبورم شما نامید کنم، بگم که نمیشه، کازموس روی نصب نمیشه و شما مجبورید ویژوال استودیو داشته باشید. خب ویژوال استودیو هر نسخه که دوست دارین داشته باشین. من میدونم از 2015 به بالا نسخه‌ایه که شما میتونید دانلود کنید. خیلی راحته برای دانلود ویژوال استودیو. میزنید دانلود ویژوال استودیو، فارسی انگلیسی هر چیزی. مثلا صاف 98 خیلی خوبه، یاس دانلود خیلی خوبه. من خودم صاف 98 دانلود کردم. من یاس دانلود کردم 2022. خودم حالا یاس دانلود ببینم، حالا خودم یادم رفته. نه منم صاف 98 دانلود کردم. خب یکم حجمش زیاده، ولی خب خیلی برنامه کاربردیه برای کسایی که اصلا تو زمینه دات نت میخوان فعالیت کنن. نسخه رو دانلود کنید و خب میگم از 2015 به بعد دیگه اصلا میشه دیگه قاعدتا. خب ما ویژوال استودیو رو دانلود کردیم. یادتون باشه چند بار ویژوال استودیو دانلود نکنین، قبلیت من حذف کنید، چون بچه‌ها میخوان کازموس نصب کنین، شاید مثلا روی نسخه 2017 گرفت، روی نسخه 2000 مثلا 19 نگرفت یا 22 نگرفت. این مشکلات بعد پیش میاد، حواستون باشه. خب چی دیگه ما چی نیازی داریم؟ چی دیگه نیازه؟ تو اینترنت نیازی بنویسیم کازموس او اس، همین میزنی برای اینکه بریم کازموس رو نصب کنیم. خب یه خود وبسایت کازموس، این چیه من ندیدم تا حالا. خب خود وبسایت کازموس میاد و گیت هابشون هم میاد. بریم تو قسمت گیت هاب، ما داریم اینجا دانلود کنیم.
خود وبسایتشون هم یه چند تا چیز هست. حالا ما اطلاعات در اون چیزایی که خود اینا هم یاد دادین رو یاد میدیم، ولی با حالا یکم گزینه‌های بیشتر. خب برای دانلود کازموس گفتم باید بریم تو ریپوزیتوری گیت‌هابشون، باید بریم تو ریپوزیتوریش و ببینیم که الان برای نسخه 2020 مثلا یه نسخه تو 2020 آوردن. خب ویژوال استودیو 2020 رو ساپورت میکنه، دات نت 6 رو ساپورت میکنه، کراس پلتفرم ساپورته دیگه. دیگه الان خوبیش اینه که شما مثلا توی لینوکس یا مک او اس هم میاید در واقع ویژوال استودیو نصب میکنید، میتونید کازموس رو بریزید، کار میکنه بالاخره. و خب خیلی گزینه‌های دیگه که حالا باگ هایی که فیکس شده، چیزهایی که بهتر شده، حالا اون ویژگی هایی که اضافه شده و خیلی چیزای دیگه. خب اینو دانلود میکنید، یعنی تو قسمت همین اسیتس فایل اگزر رو دانلود میکنید که ما بریم اینو نصب کنیم. ایا ورژناتون پایینتر یا ورژن دیگر میخواین، تو این بازم صفحه اصل ریپوزیتوری قسمت ریلیز 11 ریلیز رو میزنید و دیگه نسخه های دیگه هم هستش، حالا دانلود کنید، مشکل نداره. حالا بستگی داره، اگه نتونستید نسخه بالاتر نصب کنید بیاین نسخه پایینتر. خب اینترنت انقدر خوبه که من مجبورم منتظر بمونم برای شما، برای دوستان عزیز منتظر میمونیم تا این نصب شه و بهتون بگم با چیکار کنیم. خب نصب شدیم، میریم اینو اجرا میکنیم. بچه حتما یادتون باشه ویژوال استودیوتون بسته باشه. اگه دیدی آقا خب anyway اما دیدین اگه ویژوال استودیو رو بستین ولی باز هم این به شما خطا میده، نکن. شما اگه ویژوال استودیوتون باز باشه، بذار من اینو باز کنم که ببینیم ایرور رو با هم. خب اگه اوکی بزنین نکن، میگه dev env exe is running, please close the application before running the install. آقا این سه بار حالا این خودش این کارو میکنه، بعد بسته میشه. آقا اگه این برای شما کار نکرد، یعنی مثلا بستین اینو ولی بازم کار نکرد، برید توی تاسک منیجر سرچ کنید dev env که خب یا اینجا می نویسه dev env.exe یا می نویسه مایکروسافت ویژوال استودیو 2022 این فلان. خب هر چی بود end task کنید، end task کنید و دوباره اجرا کنید یوزر کیتتون رو و خب این که نصب میتونید نصبش کنید. خب یکم طول میکشه، من نصب کردم دیگه نیازی به این نیست و بریم اولین پروژه کازموسمون رو بنویسیم. بده. خب وقتی آقا نصب میکنی تو قسمت search for templates سرچ کنید کازموس و میبینید که لود شد دوست عزیز. رو وب، ببخشید من رو وب گذاشته بودم اینو. میبینید که کازموس برای شما میاد با سه زبان F#، C# و ویژوال بیسیک. شما میتونید حالا این سیستم رو درست کنید. خب ما قراره با C# یاد بدیم بالاخره. رو نسخه C# کلید میکنید next و بله مهمترین بخش این آموزش نامگذاری. چی بذاریم نام؟ اصلا موندم. اسم خوب هم میذارم اسم سیستم حالا امجدی OS و حالا اینجا میزنیم کریت بشه و بله داریم میریم سراغ دیدن کدامون. به کدونا اصلا اشکال نداره. کسایی که یکم C# بلدن که متوجه میشن اصلا داستان چیه. فقط هم بیام یه توضیح بدم درباره این کرنلی که داریم. این ارور رو خوردین اشکال نداره، یکم وایسید میمیره یا اگه نشد سریع این اجرا رو بزنید درست میشه. خب بچه‌ها دوستان بیفور ران، خب قبل از این که در واقع پروژه در واقع این سیستم شما کامل اجرا بشه که این فانکشن بیفور ران یک بار اجرا میشه و دیگه تموم میشه. همین خود ران بچه‌ها یک لوپه، یعنی این
میاد مثلا تو این کد چی نوشته، میاد اینپوتی از شما میگیره، اینپوت رو پس میده و همون رو چاپ میکنه و دوباره این تکرار میشه. ران همینطوری تکرار میشه وقتی که اول بلاک تا آخر بلاک. وقتی به آخر بلاک میرسیم دوباره اجرا میشه، همین دوباره اجرا میشه. یک لوپ بی‌نهایته که خب حالا توی جی او آی و حالا سی ال آی که داریم مینویسیم خیلی تاثیر داره. بهتون بگم از همین الان من قراره به شما CLI اولاش یاد بدم و خب یه 3-4 قسمت 2-3-4 قسمت رو میذاریم برای GUI. چرا؟ چون GUI بچه ها خیلی نان استیبله، یعنی خب من به شما یه چیز خیلی کلی یاد میدم و دیگه باید بریم سراغش، یعنی سعی کنین خیلی روون کنین پروژه رو، درایور خودتون بسازین یا حداقل از درایورها استفاده کنین. ببینید خیلی مسئله اونجا دیگه سخت تر میشه چون مسئله گرافیک وسطه و حالا بگم اصلا بستگی داره که شما میخواین برین اینو اجرا کنین چقدر رم در اختیارش بذارید، چقدر سی پی یو در اختیارش بذارید، همه اینا هست. خب آقا میخوام ما اینو اجرا کنیم، اول از همه یه سری تنظیمات انجام بدیم. پروژهتون راست کلیک کنید، یه سری تنظیمات انجام بدید. پراپرتیز. خب دوستان شما میتونید 2 نسخه VMware نصب کنید، مثلا هم VMware ورک استیشن داریم هم پلیر. خب آقا کسی که دیگه ورک استیشن نصب کردن دیگه میخوان از ورک استیشن استفاده کنن دیگه. حالا بعضی هم وی باکس ویژوال باکس استفاده میکنن، ولی خب اونا که پلیر دارن در حالت عادی در حالت دیفالت رو پلیر ست شده، ولی خب من میخوام اینو رو ورک استیشن ست کنم. اولا که لانچ بچه این رو خیلی چیزا شما میتونین اینو در واقع آوتپوت بگیرین، یه دونه برای VMware میتونین آوتپوت بگیرین، یه دونه برای USB درایو، یه دونه برای ایزو ایمیج و خیلی چیزا دیگه. خب ما همین VMware میخوایم باشه. همین تو قسمت دیباگ بچه‌ها، برای اینکه اولا اصلا دیگه شما اینو پابلیش کنید، این انیبل کازموس ریموت دیباگر رو بردارید. من فعلا خودم زیاد نمیدونم چی کار میکنه، ولی میدونم بردارین خیلی نسخه این چیز درست میشه. خب اینجا VMware ادیشن اینو بزنین روی ورک استیشن، همه چی درسته دیگه، چیزی خاص نداریم. حالا تنظیمات دیگه خاصی دیگه وجود نداره و دیگه ببینم چه مشکلی. آها اینم برای پلتفرم تارگت و اینجور چیزاست. میایم از این بیرون. خب اینجا یه سری تغییرات ست شده، سیوش میکنیم، میایم توی کرنل و اجرا رو میزنیم. خب منتظر مونیم تا سیستم عامل ما اجرا بشه. من اینو استاپ میکنم تا حالا برسیم به اون قسمت ران. خب بچه من امیدوارم مثل من نباشید، اینطوری ارور رو نخورید و بالاخره بعد حدود 1-2 دقیقه سیستم عامل ما که VMware ورک استیشن اجرا شد. خب این ای بابا فیل توی این مشکل تو ورک استیشن. اگه این مشکل رو پیدا کردید خیلی راحت بیرین توی تاسک منیجر، اونجا سرچ میکنید VMware ورک استیشن VMX، این آقا انتست کنید خیلی راحت. پلیر بدونین که اصلا راحتید، ولی حالا من چرا میگم برید تو ورک استیشن؟ خب اونجا تنظیمات بهتری میتونید انجام بدید. خب چون قبلا یه بار بیلد کرده بودیمش سریع اجرا شد و و و و و و بله و اینم از سیستم عامل ما. میگم اینم از سیستم عامل ما. و بله برگردوند، می‌نویسم سلام میگه سلام، می‌نویسم هلو میگه هلو، می‌نویسم بای میگه بای، می‌نویسم خوبی میگه خوبی. و تا اینجا نوشتیم ما اینو. و فقط بگم باید روش بار کلیک کنید و میخواین بیاد بیرونم کنترل آلت که از اون محیط میان بیرون.
یا آقا میتونی کلیک کنی یا مثلا بگی کنترل جی، چون همه بازم یه کار میکنه. آقا این هم از سیستم عامل ما که ساختیم، میریم تو آموزش شده. بعد حالا ببینیم چیکار کنیم و چه کارایی سرش بیاریم. و فعلا برای پارت بعد بخوایم یه حالت کلی رو بیایم حالا درست کنیم، کامند لاین و این داستانش رو بیاریم. بعد حالا دیگه ایشالا از قسمت های 3 و 4 میریم سراغ حالا چیزهایی که فقط خود کازموس داره. آقا اینم از این، امیدوارم خوشتون اومده باشه. اگه ویدیوی منو دوست داشتید حتما لایک کنید. اگه دوست داشتید میتونید کامنت هم بذارید برای ما. میشه اگه مثلا ویدیو رو برای برنامه‌نویسای دیگه که دوست دارن سیستم عامل بسازن یا اصلا کلا اینجور چیزا رو دوست دارن برن دنبالش، بفرستید. دیگه اگه اصلا کلا از محتوای من خوشتون اومد، میتونید توی آپارات منو دنبال کنی یا توی یوتیوب منو سابسکرایب کنی. خیلی خوشحال میشم. زنگوله هم در صورت بزنید و خدا فیس.